خب من امروز اومدم با حد زدن درصد شارژ گوشی شما رو حذف کنم و کاری کنم که شما روی ویدیو بعدی کلیک کنید یا بزنید ویدیو بعدی. قبل که برید سراغ ادامه ویدیو حتما دوباره بزنید رو صفحه تا این ویدیو رو لایک کرده باشید. خب 3 2 1 اولی رو میخوام از اون پوینت ها حذف کنم. میخوام اونایی که گوشیشون 1% داره حذف کنم که تو حذفی. اون گوشه لامصب داره نابود میشه، بزن شارژ. خب دومین درصد گوشی رو میخوام اونایی رو حذف کنم که الان داخل شارژ گوشیشون عدد 5 مثل 5%، 15%، 25%، 50%، 55%. کلا اینا حذف شدن، خیلیاتون حذف شدید. و خب درصد شارژ بعدی رو میخوام اونایی رو حذف کنم که شارژ گوشیشون بالای 80%. تو هم حذفی، بزن ویدیو بعدی. خب دیگه کی رو حذف کنم؟ 2 حذف دیگه دارم که اگه واقعا تو الان حذف نشده باشه دیگه نمیدونم چطوری حذفت کنم. میخوام اونایی رو حذف کنم که شارژ گوشیشون بین 20 تا 40%. تو هم حذفی، بزن ویدیو بعدی. و حدس آخرمو میخوام اونایی رو حذف کنم که گوشیشون الان توی شارژه. تو هم باختی، بزن ویدیو بعدی. کیا زنده موندن توی کامنت ها بهم بگن.